مؤسسات فعال در مسائل معلولیت و نهادهای ملی حقوق بشری از طرف کشورها تشکیل شد. تمامی این گروه‌ها در همکاری مستقیم و نزدیک با نماینده‌های دولت در جلسات رسمی در تدوین کلمه به کلمه کنوانسیون نقش فعال داشتند و یک شعاری داشتند به اسم بدون ما برای ما تصمیم نگیرید. بنیادی ترین هدف کنوانسیون حمایت و تضمین بهره‌مندی و برخورداری افراد دارای معلولیت از تمامی حقوق بشر و تضمین احترام به شأن انسانی آنهاست. ویدیوی کامل رو در یوتیوب با استفاده از لینکی که تو استوری گذاشتم ببینید.